دوستان محترم، من میخوایم امروز یک فعل گهن را به زبان آلمانی برای شما توضیح بدم. کسایی که تازه میخواید زبان آلمانی را یاد بگیرید، من اینجا یک فعل را صرف کردم به حالتی پرزنت یعنی حالت حاضر. اینجا نوشتم فارسیشون را. من طرف خانه می روم. یم به آلمانی هست میشگه ناخ هاوزه. اینجا هم به دو صرف کردم، دو گست ناخ هاوزه. تو طرف خانه می روی. اینجا هم صرف کردم زی اس و مرد و زن و بچه گیت ناخ هاوزه. مرد و زن و بچه می رود طرف خانه. ویر ناخ هاوزه، ما طرف خانه می رویم. ایر گیت ناخ هاوزه، شما ها طرف خانه می روید. زی احترامانه و زی اونها گهن ناخ هاوزه. ناخ هاوزه اونها، شما ها اونها طرف خانه می روند. این آموزش را برای شما دوستان گذاشتم. کسایی که تازه میخواهید زبان آلمانی را یاد بگیرید، لطفاً مرا حمایت کنید. تشکر از این که ویدیوی مرا ببینید و ازشان استفاده خوب ببرید. تشکر.